خب بچه سلام، حالتون چطوره؟ به این جلسه از موزیک ریاکشن هایی چرا اونجوری زمین نشستی؟ سلام بچه به چنل چگو خوش اومدید. حالتون چطوره بچه؟ من برگشتم با یه ویدیو ریاکشن خفنه دیگه. چه خبره؟ چی کارا میکنید با این تعطیلات تخمی؟ و اینکه یه ترک داریم از سجاد چایی و علی گرامی، ترکیبی که ما قبلا هم داشتیم ولی این دفعه دیگه اون توبه میریا نیست ناموسن. بریم گوش بدیم ببینیم که چیه. اسمشم کوش و کاور آرت این موزیک. خب ما اینجا کوش داریم، واقعا یه تاپی نابی داریم، دور شیشه است، شیشه به خطهای قرمزی روی برد. من با این عینک هم واجی شبیه کورا میشم. آها الان دیگه واضح میبینم همه دو. خب اونجا ما کوشو داریم، وید داریم و رنگ قرمزم که قشنگ رد اوضاع خرابه. برو بریم ببینیم چجوری هست. Let's go. خب بچه ها میرسیم به پلی موزیک. حاجی من واقعا با این عینک نمیبینم. بذار در رو Let's go. یو هر کی میاد پیشمون میذاریم دم دهنش کوش خدا داشته زیاد هوامون. هر کی میگه بالام الان کوش کوشون داده بچت بده تو هم گوش. بچه سالم میزنم این بد بچام خلندی دمش من خب بچه ها من پاوس رو دیر زدم ولی باید زیاد پاوس کنم چون کپی رایت میخوره. الان فرشاد فول لایف هم که بگاه رفته. 3 بار زدم با چونه اون هنگ درام رو تخت میده صدا بلند قده داشته میده صدا چی؟ یه بار دیگه. با چونه اون هنگ درام رو تخت میده صدا بلند قده داشته بسه ژکو تنم کیت قدیم این ترو دیری تو نمیشی بپوشی تکو. نخواستم رپو برای گایید یه بار چونه اون هنگ درام رو تخت میده صدا بلند قده داشت بسه ژکو تنم کیت قدیم این ترو دیری تو نمیشی بپوشی تکو. نخواستم رپو برای بیزینس و واسه این میخوره کلتون تلو مهم نی چی اسم تو. میره تو سرت موزیک مثل ونوم. نمیدونم ونومو دیدید یا نه. فیلمش بعد خفنه. تام هاردی بازی کرد. با تام هاردی خفن شده. میتونی لوک بدم صدامو ببر شدش تو. وای میتونی لوک بدم صدامو ببر. نمیتونی که چاقی. کونه چاقالا پلوم بعد سیروپ میکشم گلو. خوردم قلوب حالش بهم توپله همچونه به چه جلوم. گردنم هستش کلوف بیرو درباسی خیلی خوبه ورسالیه کنم بی بلوف بارتون چاقال کلوف. سر آدرست میدم خوب مشتلو. هرکی میاد پیشمون میذاریم دم اینجا یه پاس بزنیم بچه ها. موسم گیر کرد. دهنش کوش خوب مشتلو. هرکی میاد پیشمون میذاریم دم دهنش کوش داشته خدا زیاد هوامون. هرکی میگه بالا ملا کوش قبل اینکه ورس سجاد شروع شه کوش. اگه یه روزی رفتم میرم اون بالا مالاها بلند شید داد شاهکار چاقالا مغزم نمیده فرمان تک و تنها چی بود؟ وای اون ترکش یادم رفت پشم. دادم لب پرتکا بستم با شیطان حسن صبا شدم تک و تنها واسدادم لب پرتکا بستم با شیطان حسن صبا شد دستش. بچه حسن صبا اگه نمیدونید که یه آدم خفن. نه جدی کسایی که حالا مثلا میدونی چجوریه، مثلا تعلیم دادن نینجا اون موقع این کار رو انجام میداده، ترور میکردن. بعد تیم خفنی داشته اون موقع. هشاشین دیگه، حسن صبا هشاشین میاد. حتی توی اساسینز هم دیگه روی اون ساختن. توی فیلم جان ویک هم یه جا حتی اسم حسن صبا رو میگه، توی کویر دنبال اون یارو میگرده.
بد خفنه این حسن صبا واقعا. شون چاقالا هر طور هکی رو دستم اومد رو دست خورد، دشمنم پشت سرم یه وقت ان خورد، به ناموسش میزنم دست برد. یو دشمنم پشت سرم اگه ان خورد، به کی میزنم دست خورد؟ دشمنم پشت سرم یه وقت ان خورد، به ناموسش میزنم دست برد. منو میترسونی از چی و کی، دیگه لجندم رو ترکسیومی، سیاستم بینی و بی، میدم فیلم تو بگیرم پی او وی. یو من عاشق فیلم های پی او وی ام. رابطم با این ترپ خونی نرا هی تفره، کلم شقه میکنم مثل شقه کونی با من تو صلح باشی. کلم شقه آجی، پشمان پانجا رو ببین. این ترپ خونی نرا هی تفره، کلم شقه میکنم مثل شقه کونی با من تو صلح باشید، مگر نه به نفعتونی داری هرس میخوری از من تابلو. هرکی با ما بد بود یهو جا خورد، میخواستم از دختر زیاد نگم ولی شایی میاد با دوتا شاکوز چاقی هرکی که میخواستم از دختر زیاد نگم ولی شایی میاد با دوتا شاکوس. این بده، این بده واقعا. میاد پیشمون میذاریم دم دهنش کوش 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 داشته خدا زیاد هوامون، هکی میگه بالا ملا کوش یو بک وکالا رو پشمان ریخت گوش شده. خب بچه این ترک هم تموم شد. بعد ترک خفنی بود، من پشمام ریخت واقعا. ببین ترکیب علی گرامی سجاد چایی رو قبلا هم داشتیم ولی نه انقدر خفن. حالا نمیدونم شاید یه سریا ترکیب قبلیشون رو بیشتر دوست داشته باشن، ولی من هم بیتو هم کورسی که توش در بردن هم ورس جفتشون رو خیلی دوست داشتم. یعنی مچ بودن این دوتا بغلم، مخصوصا وقتی علی گرامی یکم از هاردکورش میدونی ولومش میاد پایین، یعنی به سمت سجاد چایی میره. به نظر من بد خفن بود، خیلی فیت نابی بود. یه داستانم حالا شنیدم بین دورچی و علی گرامی سجاد چایی، حالا نمیدونم اتفاق بیفته یا نیفته، ولی ترکیب این دوتا با هم پر روه. حالا اونور دورچی بیادش نمیدونم داستان چی میشه. خب بچه این ترک هم گوش دادیم. من 1 تا 10 به این ترک نمره 10 میدم. کیریوا این ترک حال کردم، همون ترک هاست که گوش میدم، ولی یکم میدونی باید چیز باشی دیگه میدونی چیل باشی این ترک رو گوش بدی. ولی در کل ترک باحالی بود و از بیت نگم، بیتش خیلی خفن بود، مخصوصا بک وکالایی که انداخته بود قشنگ بجا بود و کورسشون هم که اصلا واقعا پدیده بود. من خیلی حال کردم باش، میدونی یه جورایی یه کوش کجاست. بچه دوستتون دارم، لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. آیدی اینستا هم میذارم این بالا، حتما پیجمو فالو کنید. دوستتون دارم، تا ویدیوی بعد.